عبدالله جان تا به حال کدام نمایش خارجی هم داشتی؟ خب ما بیشترین نمایش های ما خارجی بوده. من به او افتخار نمی کنم که نمایش های ما خارجی بوده. این یک چیز بسیار عادی است. از افغانستان خودت در اونجا اشتراک می‌کنی بله. خب جمله بعدی من همین بود که وقتی که مثلا هزارها مردم در اوجا بودن، تماشاچیا بودن یا علاقمند به فوتبال فریستایل یا برای همون برنامه آمده بودن، وقتی نام مرا اناونس میکردن میگفتن عبدالله افغانی یا عبدالله افغان میگفتن، دیگه این واقعا برای من جای افتخار بود. وقتی که افغان میگفت من حس میکردم که کل افغانستان در پشتم هست. تشکر عبدالله جان. نحوه برگزاری مسابقات فریستایل چگونه است عبدالله جان؟ خب ببینین، به نظر من حتی شما که همین حالا روبروی من شیشتین از من این سوال پرسان کردین و خیلی از بیننده ها همین فکر میکنن که فوتبال فریستایل فقط یک نمایش هست. من این سوء تفاهم از شما و از بیننده ها دور کنم که فوتبال فریستایل فقط و فقط یک نمایش نیست. فوتبال فریستایل مسابقات هم داره. دلیلش این است که اگر مسابقات نباشه هیچ وقت فریستایلرها نمیتونن پیشرفت کنن. اگر فقط برای یک نمایش باشه، من اگر 2 حرکت هم برم، او 2 حرکت یا 3 حرکت برای نمایش بس است. همگی تشویق میکنن و چک چک میکنن. اما وقتی که مسابقات باشه، من این نمایش ها را، حرکاتی که من در نمایش استفاده میکنم، اونا را من کنار میذارم و خودم برای مسابقات آماده میکنم. بیشترین مسابقات فوتبال فریستایل و یک شعار فوتبال فریستایل و یا دیالوگش که بگیم این هست که 3 minutes 2 players 1 ball، 3 دقیقه 2 بازیکن 1 توپ. اینمی هم استیج است. هر بازیکن 30 ثانیه فرصت داره. ما و شما 30 ثانیه من اجرا میکنم، توپ پاس میکنم به شما، 30 ثانیه بعدی را شما اجرا میکنین. 30 ثانیه شما که خلاص شد دوباره برمیگرده به من تا ای که 1.5 دقیقه من نمایش اجرا میکنم و 1.5 دقیقه شما اجرا میکنین. داورا شیشتگی هستن، نشستن، بعد از اونا تصمیم میگیرن که کی بهتر بود، نام او را انتخاب میکنن، نوشته میکنن و یا که دست بلند میکنن و یا هم سومین چویس ای است که امتیاز میدن. امتیازهای شما را به شما میدن، امتیازهای مرا به من. هر دویش حساب میکنن. کسی که بیشترین امتیاز گرفته بود او برنده میشه. واقعا دلچسب است عبدالله جان. تشکر. خب دوستای عزیز، جریان از تمرینات عبدالله افغان با هم یک جا میبینیم. دوباره فراموشمان نکنید.
تمرینات با هم یک دیدیم، واقعا خیلی دلچسب است، خیلی زیاد خوش آمد. شاید پیش دیم مزاحم چم در تمرینات. نه برای من جای افتخار است وقتی که شما بیاین. من واقعا به سر خودم افتخار نمی کنم، من به تک تک شاگردایم افتخار می کنم که اونا فوتبال فری استایل رشد میدن. شکر آقای عبدالله. تا فعلا از طرف کدام نهاد تشویق شدین؟ چه حکومت دولتی باشه یا شخصی؟ تا به حال در افغانستان؟ بله در افغانستان. تا به حال که تا همین لحظه‌ای که من در این برنامه آمدم چنین اتفاقی نیفتاده. چند سال میشه که شما این رشته رو در افغانستان آوردید؟ 3 سال میشه دقیقاً. در مدت 3 سال هیچ تشویقی از طرف کدام نهاد؟ ببینید من یک چیز برای شما میگم. این کاغذ شما میبینین؟ بله. یک کاغذ خالی است. کدام معنایی داره؟ ارزش داره؟ نه. به نظر من که هیچ ارزش نداره این کاغذ. نه. اما این طرفش ببینین. به نظر من بزرگترین و یکی از پرارزشترین افتخاراتی است که من خودم کسب کردم. ایرا از طرف کدام نهاد گرفتین؟ ای از طرف میشه معلومات بتین بر بینندای ما؟ خب من چند روز پیش در یک مسابقه اینترنتی یا فیسبوک بگم در یک رقابت در مسابقات جهانی با یک فرانسوی که این شرکت هم در فرانسه هست و رقیب من هم فرانسوی بود، با او در یک رقابت مرا انتخاب کردن که ظرف 3 روز بدون ازی که من پوسترها را چاپ کنم در سرکا یا کمپاین کنم یا پولی را مصرف کنم برای تبلیغات که برای من رأی داده شود، من ظرف 3 روز از برکت همین مردم افغانستان، از برکت همین کسایی که ورزش دوست دارن و یا کسایی که بر کشور خود افتخار میارن اونا را دوست دارن، از برکت اونا من این مسابقه را و این سرتیفیکت من دریافت کردم. که این یک سرتیفیکت جهانی است. ببینین بله. تا اینجا من هیچ چیزی نمیگم. خب نوشته عبدالله محمد حسین آکا. آکا یعنی لقب عبدالله افغانی. این به افغانستان است. این برای من نیست، این برای افغانستان هست. وقتی که اونا این را می نویسن و تک تک جمله را از اسم من می نویسن، لقب می نویسن، افغانی نوشته. خب این برای من و برای همه مردم افغانستان، من هم از صمیم قلب تبریکی میگم برایشان، برای همه ما و شما این یک افتخار است. بله. اما جای تأسف هست که چرا و چطور ظرف 3 سال، من ظرف 3 روز 2000 و چند صد رای گرفتم برای مسابقه جهانی، اما ظرف 3 سال یک کاغذ خالی، یک کاغذ سفید خالی که او برای من اگر در افغانستان برای من داده می شفت یا اینجا من دریافت می کردم، برای من از این چندین برابر ارزشش زیادتر بود، چون از خانه ما بود، از وطن ما بود، از خاک ما بود، از مردم خود. او برای من معلوم است که خیلی بیشتر از این کاغذها ارزش داره یا از این اسنادا زیادتر ارزش داره. اما نمیدانم کجاست این تفکرات مردم تا کی دیگه. من خب چیزی از این بیشتر به نظر من نیاز نباشه که ما مردم خود بفهمانیم و یا به نظر من جواب من از شما شاید 100% گرفته باشین.